سلام دوست خوبم، به کانال خودت خوش اومدی. تو این فایل صوتی بهت کمک میکنم که به حالتی برسی که بتونی اهدافت رو دنبال کنی و در هر شرایطی برای رسیدن به اهدافت حس خوب و انگیزه داشته باشی و بتونی اهدافت رو جذب کنی. الان ازتون میخوام که یه جای ساکت و راحت قرار بگیرید و برای لحظه این ویدیو رو قطع کنید و به صدای نفس و قلبتون توجه کنید. به صدای قلبتون گوش کنید. حالا وقتی آماده شدید چشمانتون رو ببندید و تمرکز خودتون رو فقط به نفستون معطوف کنید. فقط به نفس کشیدنتون توجه کنید و همینطور که به نفستون توجه میکنید ازتون میخوام که توجهتون رو به آرومی به بقیه اعضای بدنتون هم معطوف کنید و به همه اعضای بدنتون توجه کنید. در این لحظه میتونید متوجه بشید که کجای بدنتون منقبض شده و راحت نیست. اجازه بدید این نقاط رها بشن و بدن خودتون رو شل کنید و در آرامش باشید. این مدیتیشن برای رسیدن به اهدافتون و رسیدن به رویاهایی که در سر دارید. برای رسیدن به این هدف آرامش شما مهمترین نکته است و مهمترین مسئله. زندگی ما پر از فشار و دغدغه است و بزرگترین مانع برای رسیدن به اهدافمون افزایش این فشار روی جسم و روحمونه. حالا ازت میخوام یه نفس عمیق بکشی و با دم یا نفسی که به درون میکشی تمام فشارهایی که در روز تحمل میکنی احساس کنی و بعد نفست رو خارج کن. فشاری که در روز تحمل میکنی ممکنه هر چیزی باشه. مثلا ممکنه دوست داری که بهترین و کاملترین فرد خانواده باشی و یا بهترین و کاملترین محصل، کارمند و یا هر شخص دیگه. یا ممکنه این فشار رو تحمل میکنی که دوست داشته باشی بهترین نمره و نتیجه رو بگیری. به این توجه کن که این فشاری که تحمل میکنی به چه شکل روی شما اثر میذاره و بعد رهاش کن. این رو بدون که نهایت تلاش رو انجام دادن موفقیته. موفقیت هیچ چیز بیشتر از تلاش کافی نیست. حالا با چنین تفکری یه نفس عمیق بکش و هر نگرشی که موجب میشه از این تفکر دور بشی رو کنار بذار و فقط با این تفکر به نفس‌های عمیق ادامه بده.
شما این مدیتیشن رو انجام میدی چون به دنبال اهداف و رویاهات هستی. ممکنه روزهاتو بدون اهداف خاصی سپری میکنی. ممکنه دوست داری هدفمندتر باشی. دلیلش هرچه که هست، از این زمان به بهترین شکل استفاده کن. این زمان فقط برای شخص خودته و لحظه‌ای که الان هستی فقط و فقط مال شخص خودته. حالا همینطور که آرامش بیشتر و بیشتر میشه و آرامش عمیق‌تری به دست میاری، خودت رو ببین که منتظر یک نفر هستی. منتظر خودت در آینده، یعنی خود آیندت. خودت رو در آینده ببین. ممکنه داری خودت رو در آینده در یک کافی شاپ میبینی، یا ممکنه روی یک راحتی شیک در منزل خودت هستی. هر جایی که خودت رو میبینی به صداها و بوهای اطرافت توجه کن. میتونی خود آیندت رو در 10 سال دیگه ببینی. آیا در یک جای ساکتی هستی؟ آیا اونجا که هستی ساکته یا شاید یه جای شلوغ باشه؟ تنها هستی یا افرادی رو کنارت میبینی؟ میتونی هوا رو تصور کنی. هوا در آینده 10 سال دیگه چجوریه؟ میتونی به صداهای اطرافت گوش بدی. چه صدایی رو میشنوی و با هر صدایی که میشنوی آرامش در تو عمیق و عمیق‌تر میشه. میتونی حتی تصور کنی که چه فصلی از ساله و باز هم آرامش در تو عمیق و عمیق‌تر میشه. ببین این آینده دقیقاً به چه شکلیه. آرام بخش، هیجان انگیز، شاد، افرادی که در آیندت میبینی که در کنارت هستن و با تو در ارتباط هستن چه نگرشی دارن؟ امیدبخش، شاداب. ازت میخوام لحظه ای رو زمان بذاری و ببینی که خود آیندت در 10 سال دیگه واقعا چه شکلیه و مکانی که درش هستی رو ببینی و احساس کنی. کاملا به آینده برو و خود آیندت رو برای لحظه‌ای به طور کامل تصور کن.
حالا ازت میخوام از خود آیندت راجع به زندگیش سوال بپرسی و این سوالا رو ازش بپرس. الان مشغول به چه کاری هستی و شغلت چیه؟ کجا زندگی میکنی؟ دوست داری چه کارهایی انجام بدی؟ زندگی روزمرت چجوریه؟ هر سوالی که دوست داری ازش بپرس و اجازه بده خود آیندت جواب سوالهاتو بده. ممکنه جوابهاش به طور تصاویر در ذهنت بیاد. خود آیندت بسیار موفق، پرقدرت، شاد و خوشنوده. از تصاویری که از خود آیندت به ذهنت میاد لذت ببر. همینطور که به خود آیندت نگاه میکنی متوجه میشی که این احساسات و تصاویر روزی متعلق به شما خواهد شد. شما ورژن جوانتر شخصی هستی که در ذهن خود میبینی. میدونی که میتونی هر چی که میخوای خلق کنی و میدونی که برای خلقش خلاقیت به دست میاری و انگیزه و انرژی به دست میاری که به هر چه میخوای برسی. و حالا ازت میخوام به زمان و مکان حال برگردی با علم به این که این زندگی ایدار به زودی ایجاد خواهد شد. همینطور که به نفس کشیدن ادامه میدی به یاد داشته باش که برای رسیدن به تمام اهدافت هر آنچه نیاز داری رو در اختیار داری. تمام افکار، نگرش ها و حتی منابع مالی که برات ایجاد خواهد شد. تمام آنچه باید انجام بدی اینه که تمام اینها رو در خود بپذیری و با قلبی مهربان آنها رو مدیریت کنی. حالا ازت میخوام چشمانت رو باز کنی و به دنیا لبخند بزنی و بدون که تمام اهدافت در دسترست خواهد بود. ممنون که با من بودید. این فایل صوتی رو به مدت چندین روز گوش بدید و از نتایج فوق‌العاده‌اش در زندگیتون لذت ببرید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.